سلام. مطمئنم تو هم مثل خیلی پلیره دیگه یه مشکل بزرگ و مزخرف توی ایمت داری، اسمش ریکویل، که اون خیلی به ایمت گند زده. اونو میدونم، مثل خود من بدبختی. تو این ویدیو مخصوص خودت، چون من اومدم این موضوع رو برات حلش کنم. داریا خیلی خوب، اول از همه بیایم بخش بندی کنیم که هم خودم گیج نشم، هم توی که داریم ویدیو رو میبینی گیج نشی. نکته بذار بهت بگم، تو این ویدیو قرار از فنک استفاده کنم. خودت هم میدونی که چقدر گان کنترل نشدنی و سختیه که بخوای باش یه رنج دوری رو بزنی، چون ریکویل خیلی عجیب غریبی داره و از اون بدتر آیرون ساید خیلی عجیب تری هم داره. تنظیمات میتونی برای تمام بگانات اعمال کنی. از پی پی نایتن بایزن بگیر که یه گان کم ریکویل، M13 بگیر و تمام گانا. 100% ریکویل نداشتن روی ایمت هم خیلی تاثیر داره، روی ایمت که چقدر بهتر بشه، چقدر رنج بتونی بزنی و دیگه بقیه رو خودت برو دیگه تا تهش من دیگه ادامه ندم. بعد کلی تلاش، کلی گشتن، کلی تحقیق، کلی ویدیو راجع به این که چجوری میتونم ایممو بهتر کنم، چون موومنت هم اوکی بود همیشه ولی برعکسش ایمم داغون بود و تونستم از تمام اون ویدیو، این ویدیو که داری میبینی و گلچینش کنم و تحویل تو بدم برادر من، که بتونی تو هم استفاده کنی ازش. و تمام چیزی که ازت میخوام در قبال این همه وقتی که برای این ویدیو گذاشتم اینه که یه لایک برای این ویدیو بکوبید. چیز سختی نیست، به خدا سخت نیست، چیزی ازت کم نمیشه. بخش اول اصلی ترین سنسیویتی. خیلی خوب، مثل تمام بازی ها اینو قبول کن، توی تمام ویدیوها این کلمه رو میشنوی، سنسیویتی. البته سنسیتیویتیه ولی خدای سنسیویتی گفتنش خیلی راحت تره. سنسیتیویتی چیه؟ بذار با درک خودم بهت بگم. هماهنگی دست و مغز و چشم سنسیتیویتی میده داخل خود بازی ها. بقیه چیزا کار مثل تمام بازی های شوتر، از فری فایر بگیر، پابجی، اصلا حتی ماینکرافت که شوتر نیست، وقتی سنسیتیویتی ضعیف باشه یا حتی داخل زندگی واقعی سنسیتیویتی نداشته باشی تماما فلج حساب میشه. یعنی وقتی دستت میگه حرکت کن، مغزت میگه جلو برو، چشت میگه چپ برو، کلا مثلا اون حرکتی که میزنی حرکتیه که خیلی چرت و پرته. خب پس اگه تو بتونی داخل ترینینگ بری این موضوع رو فیکسش کنی، سنسیتیویتی تو بچینی و از کنگو شاد بودن در بیاد، خیلی ایمت بهتر میشه. بس بخش دوم تنظیمات ردات. الان بخواد میگی ردات ها، اصلا چرا باید از همچین چیزی اصلا چرا اسم همچین چیزی آوردی؟ سوال جالبیه. بذار با مثال بهت بگم. قرار از گان فنک استفاده کنی. خب برای توی که گان فنک متیک داری، آره این صدق میکنه این موضوع که تعجب کن، تو نیاز نیست بزن. یا توی که اون اسکین کریتو در آوردی با یه دستبین اول و کونت خیلی سفید بوده، آره این موضوع صدق میکنه. نه برای من و یه بنده خدا که داره ویدیو رو میبینه یه قیرون پول تو جیبش نره یه دونه اسکین بتل پس بگیره که آیرون ساید اونم پی تو وینه. برای همین ما که پول نریم میایم از ردات استفاده میکنیم. برای خیلی از گانا که سخت استفاده ازشون و آیرون سایدشون خیلی آشغاله، مثل کریک 6 که میتیکش، وای میتیکش چقدر خوب، و M13 یا خیلی از گانای دیگه، حتی خود فنک آیرون سایدش خیلی مزخرفه. با تنظیمات جدیدی هم که کالاف اضافه کرده و الان با هم بررسیش میکنیم، ایمت خیلی بهتر میشه، چون هم تو زودتر میتونی ایمو ببینی، هم گانت نوریکول میشه، مخصوصا فنک که قراره در جلوتر باش گیم پلی ببینی چجوری داره میزنه، هم ایمت بهتر میشه و انمی زودتر میبینی و اگه بررسی الان نشونت هم میدن، میبینی خودت داری نگاه میکنی که بدون اسکوپ و با اسکوپ چقدر فرقش. بخش سوم پرکام. پلیرها خیلی ساده از این پرکام میگذرن و به کسایی که از این پرکا سر در میارن میگن چیتر، چون فقط چند تا پرک معروف تو ویدیوهای قدیمی یه خیلی از یوتیوبرها دیدن، مثل دد سایلنس و لایت ویت و اجایل و حالا خیلی چیزای دیگه، و از همون استفاده میکنن، اصلا سمت پرکای دیگه نمیرن. ولی نباید به پرکا بی اهمیتی کرد. برای مثال کسایی که نوک میگیرن از پرک ولچر استفاده میکنن، یا کسایی که موومنت خفنی دارن از اون پرکی که دو تا سکندری نیت میتونی برداری و باش استیم برمیدارن. برای نوریکال کردن گانت باید از پرک تافنس استفاده کنی. این پرک بهت کمک میکنه موقع تیر زدن 60% ریکویلت کمتر شه و تقریبا تمام فایتر رو ببری. تو پرک قرمز باید از لایت ویت استفاده کنی که سرعت کم گانت رو جبران کنه، چون اکثرا گانایی که ما با اتچمنتش میچینیم، خب تنظیماتی که دارم بهت میگم با اتچمنت مکمل هم دیگه، نمیتونی یکی رو داشته باشی یکی رو نداشته باشی، سرعت کم گانت جبران میکنه. و تو پرکای آبی بین دد سایلنس و هاردنس طبق مودی که پلی میگیری انتخاب میکنی، یعنی اونی که میاد سرچ بازی میکنه و چرا نیازی به هاردنس نداره، وقتی اونو ورداره فقط باعث میشه صدا پا بده، اونم برای کسی که داره با SMG پلی میره، SMG مثل فنک. بخش چهارم تنظیمات خفن و مخفی بیسیک. بریم سراغ بیسیک که مطمئنم آخرین باری که بازش کردی تا ساعت بازی تربیت کنی و یادت نمیاد، مثل خودم. کلی تنظیمات به بازی اضافه شده
که بازی تمام سعیش کرده پلیراشو سطحشون رو ببره بالا که به همشون میپردازن. اولین کاری که میکنه گزینه R fire button for rotation رو خاموش میکنه. این دکمه اصلا کارش چیه؟ خیلی مزخرفه، من نمیدونم چرا واقعا یه سری روشنش میذارم. وقتی تیر میزنی دست رو دکمه تیر باشه صفحه رو میچرخونی، صفحه باش میچرخه، یعنی همزمان با تیر زدن. فکر کنم برای پلیرهای 2 انگشتی، برای 4 انگشتی فقط باعث میشه وقتی میخوای موویت مثلا صفحه بره بالا و چیز جالبی نیست. برای همین میای پایینتر و گزینه رو برای ADS باتن هم خاموش میکنی که همین شرایط بر اسکوپ فراهم میکنه. گزینه ADS Care رو فعال میکنه که وقتی ایم میگیری اسکوپ با یه انیمیشن خاص پاس بشه که رو ایم تاثیر میذاره. حالا هیچ چیزو بی‌دلیل رد نمیکنه به جز اون چیزی که میگفت رو جامپ یه چی میره بالا که واقعا به درد نخوره. حرکت بعدی اینه که بری پایین 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 پایین، این گزینه پیدا کنی، همه رو صفر کنی. یعنی آشغال ترین چیزی که گیم اد کرده اینه. رسما فقط نوبت میکنه و بهت فاز وارزون میده، یعنی هیچ تأثیری روی گیمت نداره که هیچ. یه 4 تا بارم میندازه رو دوشت. من خودم اینو روشن داشتم تا 2-3 روز پیش قبل از اینکه ویدیو رو ببینم، چون حس باحالی بهم میداد، خیلی فاز باحالی داشت، باعث میشه با بیپولیت کنار بیاد. فکر کنی پشت سیستمی داری وارزون میزنی، موومنت های خفن اصلا. ای خدایا همه رو صفر کن، اصلا خاموش کن همه رو. میری تو سنسیویتی و گزینه ورتیکال رو نگاه کن. برای جفت بخش این گرفتن فایرینگ طبق دیوایس بین 130 تا 150 تنظیم می‌کنه که مال من که تو این نوع اس دارم پلی میدم 130 تا 135 تست کردم اوکی تره. و آخر گزینه سینک ADS فورف تو اسکوپ که با فعال کردنش فرق چشمگیری رو بیشتر می‌بینی. حالا اصلا کار این چیه؟ این هوش مصنوعی خود بازیه که من و تو مثل ایم اسیست کمک میکنه. کانفینگ پلیرها هم یعنی کسایی که میسازن و باشون پلی میدن این گزینه رو داخل کانفینگاشون بالا پایین میکنن درصدشون و همین باعث میشه که ریکویلشون بیاد پایین. یعنی با همین تنظیماتی که حالت اصلی بازی بوده پلی میدن، ولی به خاطر این کانفینگ و این بخشی که دستکاریش کردن ایمشون خدا میشه، خیلی خوب میزنن باش و میتونه به ریکویل گانت کمک کنه، به ایمت کمک کنه و یه جور ایم اسیست رو خیلی بیشتر میکنه. بخش آخر تچمه. حالا بریم نتیجه کارمون رو تست کنیم. حالا قبلش رو دیدیم، الانم بعدش رو میبینیم. اتچمنت این فنه که خفن رو بتونه. سعی کردم ویدیو رو داخل کمترین زمان ممکن جمعش کنم. بریم سری اتچمنت رو بهتون بدم که ویدیو رو آپلود کنم و بتونیم استفاده کنیم. اتچمنت اول برای کسایی که آیرون سایت پی تو وین دارن خودتون نگاه کنین کمترین ریکویل برش چیدم. اتچمنت دوم برای کسایی که این من اسکینی ندارن و جای استوک یه دونه رد دات میذاری و تنظیماتشو همونجور که اول ویدیو دیدیم میچین. تموم شد و رفت. حرف دیگه نمیمونه. سابسکرایب